دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشه. خوش آمده به عبدالله آتو الکتریکال اسپیشال چینل یوتیوب. امید که جور صحتمند باشه. امروز برای اولین بار در مورد اسکن یا اسکنر موتر یا موترهای خودروهای جدید و کهنه یعنی قدیمی براتون معلومات میدیم که یا چی اسکنر. وظیفه اصلی اساسی اسکنر چی است؟ وظیفه اساسی اسکنر ای از دوستا، وقتی که ما میخواهیم که یک معلومات از موتر پیدا کنیم یا یک مشکل موتر پیدا کنیم، اولی بار ما یگانه راه داریم که توسط اسکن. امروز در تکنولوژی خیلی پیشرفته شده است، به می خاطر شما میتونیم که توسط اسکنر مشکل پیدا کنیم. تا امروز هیچ چینل یوتیوب، هیچ صفحه اجتماعی، هیچ کسی شما را راهنمایی نکرده است و نشر نکرده ویدیو را. به خاطر چرا نشر نکرده؟ به خاطر که اگر میخوای در مورد اسکنر بفهمی باید بری آموزش ببینی، درس بخوانی، تعلیم ببینی تا یک چیز از او یاد بگیری، بر از او پول بپردازی. ما به خاطر از این بر دوستا راهنمایی میکنیم که دیگه دوستانی که علاقه داشته باشن دیگه علاقهشون بیشتر شوه و به طور مجانی فقط به یک سابسکرایب یا لایک یا کامنت شما میتونه که این معلومات به دست بیاریم. دوستان عزیز، اسکنر به خاطر ایبیوبی موتر است. یا مدل های مختلف داره، هر نوع مدلش است که کارخانه آتل است. خیلی ساده است، خیلی سیمپل گفته است، میتونیم گفته سیمپل است. این مشکل اساسیش چی است؟ مشکل اساسی از این است که امروز نسبت روز به روز، یعنی سال در سال، ماه در ماه مدل های جدید میبره. مدل های جدید با بهتر و با امتیازات بهتر، با مزایای بهتر ما شما از او میتونیم استفاده کنیم. این بدبختیش که باید ما هر سال هر ماه باید یکی دیگه بخریم مدل بالا. خوبی از این است که میتونیم با یک تا از این تا وقتی که اپدیت داره تا روز تا ختم اپدیت ما میتونیم موتری که بیایه، موتری که تولید شوه، موتری که در دسترس ما قرار بگیره، او را ما شما از او اسکن کنیم، مشکلاتش پیدا کنیم. این جای افتخار است به ما شما که امروز در سطح جهان در بشریت انسان ها میتونن که از امروز از تکنولوژی بسیار بالا قوی استفاده کنن. دیگه حال میم در رابطه با این اسکنر میگم یا چه وظایف داره، وظیفه داخلی یا کدام فانکشن ها رو ای اجرا میکنه. این فانکشنش وقتی که ما میرویم در مثلا این چند مینو داره. مینوی اولش ما میرویم، ما شما چیز میکنیم که وقتی که میرویم در سر مدل یا موتر میخوایم ایبیابی کنیم، اولین چیزی که ما میرویم در سر انجینش و سر مدل موتر و سر نوعیت موتر و سر کارخانه موتر که یعنی کدام کارخانه تولید شده او را میگیریم. اینا ما شما که این را پیدا کردیم، وقتی که کارخانه را پیدا کردیم انشالله که این ببخشه که یک مشکل چیز شد. وقتی که ما اینجا مثلا که این یعنی اپدیتش است، کی اپدیت میکنه که سر از یک اپدیت باشه خوی آبی. اگه اپدیت نباشه مثلا دیگه قسم نشان میده، برای شما نشان میده که اینجا اپدیت نیست. مثال برات میگم، اینجا را ما وای فای فعال میکنیم. ببینید دوستا، وای فای فعال میکنیم. این وقتی که وای فای فعال کردیم ما شما دوستا سعی کن 36 دونه با اپدیت داره، یعنی 36 مدل موتر که با اپدیت هستن باید اپدیت شه. ما به خاطر اپدیتش نمیکنیم که اکثر با در کل ما در سر ما همه یکسان به یک تایم بروز رسونی شه. به خیر سلامت باشه. اینال ما میریم دوباره این را چیز میکنیم، وای فایش غیر فعال میکنیم دیگه. وای فای غیر فعال میکنیم. اینجا وای فای داره مثلا تمام. این ببین دوستا چیز اپدیتش حالا گم شد چون وای فایش قطع کردیم دیگه. وای فایش قطع کردیم. وقتی که وای فای قطع کنی اپدیت وای فایش که قطع شد این اپدیت گم شد. با اینجا ما ریموت داریم. وقتی ریموت ما خودم دسکتاپ ما میخوایم از یک جای دیگه برای استادتون راهنمایی کنید
یا استادتون براتون راهنمایی کنه از دیگه جا. این ریموتش است که از اینجا آیدی نمبر داره، اضافه میکنیم میرم براتون راهنمایی میکنیم ان شاء الله در برنامه بعدی دیگه. او آرورایزیشنش ما میریم سعی میکنیم ایش هم مثلا اینترنتش غیر فعال است، اینترنتش فعال باشه اوش هم کار میکنه. در سپورتش که چی چیزا رو سپورت میکنه، کدوم کارکردار داره، در اینجا است که ما در اینجا است که آیدی نمبر کل خصوصیات کمپانی رو اضافه میکنه دیگه. این کارکرده ایش هست دیگه. دوستا یوزرش هست که یوزر اکاونتش هست، یوزر جور میکنیم. سرویسش هم هست که ما شما میتونیم که توسط از این کدوم وسایل